اونهایی که شیر میخورن بیشتر دچار شکستگی استخوان میشن، بیشتر دچار پوکی استخوان میشن. یه موقع اطلاعات برعکسه. چرا؟ چون شیر طبعش سرده. چیزایی که طبعشون سرده بلغم رو زیاد میکنه، بلغم باعث شکستگی بیشتر میشه. یه موقعی من صبح رد میشم، این در این بعضی مغازه‌ها میرم صف وایسادن آدمای بازنشسته، پیرا، جوونا، بالاخره وایسادن خانم‌ها، آقایون برای گرفتن این شیرهایی که حالا یارانه‌ای هم هستش. این احتمالاً هم شیر نیست. حالا من تو دلم میگم این بندگان خدا فکر میکنن که دارن یه چیز مفیدی میگیرن ببرن بخورن. اولا که اینا به قول شما خیلیاش اصلا شیر نیست. باشه یه مقدار حالا شیر هست، یه مقدار شیر خشک و اینا قاطی میکنن اینا، ولی حالا صف وای میسن چیزی میگیرن که بیشتر باعث پوکی استخوانشون میشه. اینا رو حالا من مستنداتو میفرستم. آقای جالبه، خوبه. موسوی زحمت میکشن اگه